به نام خدای بزرگ. موضوعی که توی این فایل میخوایم در موردش صحبت کنیم قانون برانگیختگیه. یعنی ما میتونیم با ذهنمون کاری کنیم که آدم‌ها رفتارهای خوبشون رو فقط به ما نشون بدن، اخلاقهای خوبشون رو فقط به ما نشون بدن. اما قبلش بیام یه بار قانون اصلی جهان رو با هم مرور کنیم. قانون اصلی جهان اینه که شما روی هر چیزی که بیشتر تمرکز کنی و توجه بیشتری بذاری، جهان هم دقیقاً اون موضوع رو وارد زندگیت میکنه. یعنی اگر شما صبح تا شب داری به فقر توجه میکنی، در مورد فقر صحبت میکنی، فیلم و سریال و اخبار رو که در مورد فقر بیشتر و بیشتر داری میبینی و میشنوی، جهان همکاری میکنه که فقر بیشتری وارد زندگی تو میشه. یا در مورد بیماری همینطور، یا در مورد روابط و خیانت افراد دیگه همینطور. اگر داری زیاد با خودت و با دیگران در مورد این موضوعات زیاد صحبت میکنی یا زیاد فیلم و سریال های دنبال میکنی که پر از خیانت، پر از فقر و توجه بیشتری به این موضوعات میکنی، جهان هم دقیقاً همین موضوعات رو وارد زندگی خودت میکنه. و اگر آگاهانه در مورد ثروت، در مورد روابط خوب، در مورد سلامتی و این موضوعات بیشتر و بیشتر توجه کنی و تمرکز بذاری و صحبت کنی با خودت و با دیگران و این کار رو زیاد و زیاد تکرار کنی، جهان دقیقاً از این موضوعات وارد زندگی خودت میکنه. این قانون ساده رو متاسفانه آدم ها نمیدونن و به خاطر اینکه آگاهی ندارن از این قانون، فقط موارد منفی، فقر بیشتر، بیماری بیشتر، روابط نامناسب بیشتر رو به سمت خودشون جذب میکنن. قانون برانگیختگی هم دقیقاً همینه. اگر ما یک آدمی توی زندگیمون داریم که داریم به نکات منفی اون آدم و عیب‌هاش بیشتر و بیشتر توجه میکنیم و در مورد اون عیب‌ها بیشتر با خودمون یا با دیگران یا با خدا صحبت میکنیم و گله و شکایت میکنیم در مورد اون عیب، متاسفانه جهان هم کاری میکنه که عیب‌های بیشتری از اون آدم و اخلاق‌های زشتری از اون آدم به ما نشون داده بشه. مثلا اگر یکی از آدم‌های زندگی ما بد اخلاقه و ما داریم تمرکز میکنیم روی همین بد اخلاقی اون آدم، با خودمون زیاد صحبت میکنیم در موردش که چرا این آدم اینجوریه، با خدا صحبت میکنیم و گله و شکایت میکنیم به خدا و با دیگران در مورد این بد اخلاقی زیاد و زیاد داریم صحبت میکنیم و چون توجه بیشتری به این موضوع داریم، جهان همکاری میکنه که اون آدم نه تنها بیشتر بد اخلاق میشه، بلکه اخلاقهای زشت بیشتر رو هم به ما نشون میده. چون این ما هستیم که با توجه به اون موضوع داریم اون موضوع رو توی زندگیمون بیشتر و بیشتر میکنیم. تمرینی که از این به بعد باید انجام بدیم، یک آدم رو توی زندگیمون مشخص کنیم، هر کی، اصلا مهم نیست، همسر، همکار، همسایه، و ویژگی های مثبت اون آدم رو بیایم روی کاغذ بنویسیم. حتی اگه یک دونه باشه، دو تا باشه، اصلا مهم نیست، هر چی هست ویژگی های مثبتش رو روی کاغذ بنویسیم و از این به بعد تمرکزمون رو فقط روی ویژگی های مثبت اون آدم بذاریم، فقط در مورد ویژگی های مثبت اون آدم صحبت کنیم. حتی اگر به خودش هم نگفتیم مهم نیست، همین که با خودمون در مورد ویژگی های اون آدم صحبت کنیم، ویژگی های مثبت اون آدم صحبت کنیم و با دیگران هم این کار انجام بدیم و زیاد و زیاد تکرار کنیم این رفتار رو، جهان کاری میکنه که اون آدم فقط ویژگی های مثبت و اخلاق های خوبش رو به ما نشون میده. حتی اگر اون آدم 1000 ویژگی منفی داره و فقط یه دونه ویژگی مثبت داره، ما باید آگاهانه سعی کنیم تمرکزمون رو روی اون یه دونه ویژگی مثبت بذاریم و شکرگزار همون یه دونه ویژگی مثبت باشیم و زیاد و زیاد این کار رو تکرار کنیم تا تبدیل به یک عادت و باور بشه و جهان هم دقیقاً ویژگی‌های مثبتی از اون آدم رو به ما نشون میده. مثلا میتونیم بگیم خدای شکرت که فلانی چقدر خوش اخلاقه، چقدر صادقه، چقدر آدم کاری و مسئولیت پذیر، چقدر شوخ طبع و خوشخنده است، چقدر دست و دلبازه و هزاران ویژگی مثبتی که میتونیم از آدم‌ها بکشیم بیرون و فقط روی اونا تمرکز کنیم تا جهان هم فقط ویژگی‌های مثبت آدم‌ها رو به ما نشون بده، نه ویژگی‌های منفی، نه اخلاق‌های زشت. پس جهان چیزی رو به سمت ما میفرسته که ما داریم بهش توجه میکنیم. اگر رفتارها و ویژگی‌های خوب آدم‌ها رو میخوایم، باید تمرکز کنیم روی ویژگی‌های خوب آدم‌ها. اگر رفتارها و ویژگی‌های نامناسب آدم‌ها رو میخوایم، میتونیم به راحتی تمرکز کنیم روی ویژگی‌ها و عیب‌های اون آدم و از اون موضوع بیشتر و بیشتر به سمت خودمون جذب کنیم. انتخاب با ماست. امیدوارم آگاهانه از این تمرین استفاده کنیم و فقط ویژگی‌های مثبت افراد رو ببینیم و زیاد در مورد صحبت کنیم و توجه کنیم بهش و معجزات این تمرین بی‌نظیر رو ببینیم. تا یه فایل دیگه، خدا نگهدار.